سلام و سپاس که حالا ما را چی در خانه چی در داخل نقلیات و هر جای دیگر تماشا میکنید. امروز درباره یک راه ساخته چینی ها در پنجکن، مدیریت و تقسیم عادلانه کمک‌های بشری صحبت میکنیم. گریزی مهاجران تاجیک در بازار فودسیتی مسکو را میبینیم و شما را به یک گوشه زیبای تاجیکستان میبریم که شاید بسیاری ها ندیدند. خبر دارید که چگونه در هفته‌های گذشته در تاجیکستان باران زیاد بارید و سیل در چندین ناحیه خانه و کشتزارها را ویران کرد. یک ساکن پنجکن روزی فلاکت را به نوار گرفته و به ما فرستاد و میگوید اگر راهی نزد خانه آنها را کارگران چینی مطابق با قانون و معیار میساختند شاید خانه و زمین او از سیل امین میماند. خودش همه را به تفصیل نقل میکند. 13 می سال 2020 ساعت 15:00 من سیل در جماعت دهاتی لایق شیرلی دهه غوسر ناحیه پنجکن من خانه ما رو رسوا که حولیمون رو مرحمت من نگرید. من حسین زاده شهرام حسینی من این سیل مرحمت این سیل دوستان من راهی که خطایی ساخته است سیل پرتو ندارد. سیل پرتوی اون رو که در خواجگی دهخانه که زمینه که در پشت خانه من هست دهان همان رو به خانه من راست کرده است. مرحمت به شما نشون میدهم نه در اینجا جایباری صحت است جایباری میدهد. مرحمت او پرتو راهی که خطایی کرده است. مرحمت من این زمین خواجگی دهخانه من که من در اینجا کشتار چیز کردم نزد حولیگی و این دهان سیل پرتوی وای در زمین خواجگی دهخانه من پشت خانه ما هست و همه راست کرده است. مرحمت من این نگرید حولی من خانه که من در آن زندگی میکنم همه را رسوا کرد. زمینم رو خانه هایم رو مرحمت نگاه کنید. مرحمت من این زمینی پالیزی من سر همه رو رسوا کرد. من نگرید من این حولی من حولی من تکی دروازه خانه هم. از پنجکن میرویم به روسیه به سراغ مهاجران که روز 26 می در شهر مسکو در بازار معروف به نام فودسیتی روزی خوبی نداشتند. در این روز ماموران عمان و یا نیروهای مخصوصی روسیه به بازار آمدند و مهاجران از آسیای مرکزی را دسته بازداشت کردند و تفتیش کردند. مؤلف ویدیو در صحبت با رادیو آزادی گفت که ماموران انگلیسی تفتیش میکردند که مهاجران نقاب دارند، سندهایشان درست هست یا نه. در روسیه بعد از محدودیت‌های گشت و گذار و کارانتین به تدریج این محدودیت‌ها را می‌بردارند و از جمله مهاجران اجازه دارند که به کار برگردند. قبل از تماشای دیگر ویدیوهای شما درباره موضوعهای گپ می‌زنیم که بحث سر آنها هفته گذشته در وبسایت رادیو آزادی داغ شد. بحثی آن که چگونه رئیس ولایت بدخشان خودش درباره تقسیم کمک‌های بشری از تلویزیون به مردم گزارش می‌دهد. بسیاری ها یادگار فیضف را ستایش کردند که سعی دارد فعالیت حکومت ولایت شفاف باشد، اما تعداد دیگر گفتند این مسئولیت یک مقام است که باید در نزد جامعه پاسخگو باشد. یکی از کاربران رادیو آزادی که خود را تاجیکستانی معرفی کرده است در وبسایت ما می‌نویسد فیضف یگان کار غیرعادی را اجرا نکرده است، فقط از اصولهای حاضر زمان اداری و رهبری بهره‌ور شده است. دیگر رئیسان نیز باید چنین باشند. حکومت امروزه بایستی بر اساس شایسته سالاری و نه اولادی و خویش و تباری فعالیت کند، لیکن متاسفانه فقط فیضف بر اساس این معیار انتخاب شده است. کاربر دیگری که هم که نخواسته است نامش را بگوید و خود را مسئول معرفی کرده است این نظر را در وبسایت ما دارد و چنین نوشته است: رئیس وظیفه‌اش را اجرا می‌کند، این یگان قهرمان نیست. باید همه کارمندان دولتی از متخصص تا پرزیدنت در نزد مردم حساب دهنده یعنی پاسخگو باشند. در واقع هنوز هم تنقید زیاد است که در تاجیکستان کمک‌های بشردوستانه و کمک‌هایی که به مردم محتاج به طبیبان و پرستاران می‌فرستند عادلانه و شفاف تقسیم نمی‌شوند.
خوب برمیگردیم بعد دیدن ویدیوهای شما. ویدیویی را که می‌بینید یک مهاجر تاجیک از ناحیه ورخنای پیشم از شهر یکاترینبورگ روسیه به ما فرستاد. اینجا طبقه 12 بینای نیم ساخته است و بادی سختی که روز 25 می در یک ثانیه تا 30 متر می‌وزید در این شهر چندین جا را خراب کرد. درخت‌ها را برکند و شکست و به بعضی از بناها آسیب رساند. به قول مصاحب رادیو آزادی خوشبختانه هیچ کسی از کارگران تاجیک ضرر ندیده است. این ویدیو که می‌بینید هیچ شرحی ندارد و مؤلفش هم صحبت نکرده است، ولی به رادیو آزادی نوشت که فقط خواسته است منظره زیبای ناحیه خوالنگ، یکی از ناحیه‌های کوهستانی در جنوب تاجیکستان را نشان بدهد. شما هم اگر گوشه زیبای از زادگاهتان را نوار گرفتید یا هر جای دیگر را تصویر کنید و به شماره که می‌بینید بفرستید از هر راهی که می‌خواهید. واتساپ، وایبر، تلگرام و یا ایما. پاسخ به سوال‌های شما و خبرهای تازه در وبسایت ماست. خود و عزیزانتان را احتیاط کنید و تا دیدار در برنامه دیگر.